یه وقتی به یه مسلمان گفته میشه ترک گناه، میگه نه ما الحمدلله که گناه نمی کنیم. غیبت نمی کنید، غیبت الله یه وقتی. سوء ظن ندارید، تهمت نمیزنید، تو قلبت بغض و کینه و حقد و حسد. وقتی نگاه بکنید به زندگی یه مسلمون، از سر و کله اش گناه میباره اما تصمیم نمیگیره بر ترکش. ترک گناه و معصیت جزء برنامه‌مون باشه، تصمیم بگیریم. اگه قلبمون نسبت به دیگران درش حسادت هست، حسادت حسنات انسان رو میسوزونه، نسبت به دیگران حسودیم. اگر بغض و کینه دارید، قهرید. ما کسایی داریم از نزدیکترین افراد فامیل و خیشاوند خودشون قهرن، نه یه ماه، سالهاست. خواهر با خواهر، برادر با برادر، خواهر و برادر، با عمه با خاله با عمو قهرن، پشت کرده ان. پیغمبر میفرمایند علیه الصلاه و السلام لا یدخل الجنه قاطع رحم. ما چطوری میخوایم وارد بهشت بشیم در حالی که رابطه خویشاوندی رو قطع کردیم؟ و پیغمبر میفرمایند علیه الصلاه و السلام کسی که رابطه خویشاوندی رو قطع بکنه وارد بهشت نمیشه. خودمون رو آماده بکنیم، دلهامون رو پاک بکنیم. سالهای سال افراد هستن با همسایه قهرن، با مسلمون قهرن. مگه نمیدونیم که الله عزوجل به نامه اعمال و عملکرد انسانهایی که بغض و کینه دارن قهرن، نگاه هم نمیندازه به نامه اعمال و عملشون. هر هفته روزهای پنجشنبه و دوشنبه در رمضان و غیر از رمضان اعمال بندگان خدا بالا میبرن فرشتگان نزد الله عزوجل. اون دو نفری که از هم دیگه قهرن، خدا دستور میدهد که اعمال اونها رو و نامه اونها رو بر بگردونید تا صلح نکردن و آشتی نکردن. من به پرونده و عمل اونها نگاه هم نمیندازم. چطوری نماز میخونیم، روزه میگیریم، قلبمون مالامال از بغض و کینه و حقد و حسد هست، نیتها و آرزوهای بد. شب میخوابیم با نیتی که نسبت به یه مسلمان نیت بد داریم. دلمون رو پاک بکنیم، اخلاقمون رو پاک بکنیم، از دروغ، از غش، از غدر، از خیانت پرهیز بکنیم، توبه بکنیم. غیبت یکی از بدترین گناهان است، گناه بزرگ. شبانه روز از ما می رود. در هر مجلسی بنشینید، خیلی نادره که در اون غیبت صورت نگیره. وقتی به یه مسلمان هم گفته میشه شما غیبت کردید، میگه من که دروغ نگفتم، چیزی که گفتم پشت سرش توش هست، اون عیب توش هست. خب اگر نباشه که تهمتش زدید، اگر باشه همون عیبی که درش دیدید به چشم خودت، کسی هم بهت نگفته، به چشم خودت دیدید چه عیب در جسم او، چه عیب در رفتار و کردار او و اخلاق او. درسته یه نفر ممکنه گناه کرده، یه نفر ممکنه بخیله، سنگدله، به کسی دشنام داد. شما جلوشو بگو، نصیحتشو بکن، پشت سرش بگید فلانی چقدر آدم بخیلیه، تموم شد و رفت. گناه بزرگ مرتکب شدید. چقدر در روز قیامت ثواب حسنات و اعمال انسانها که چقدر شدیداً ما بهش نیاز داریم به دیگران داده می شود، به خاطر غیبت، به خاطر تهمت، به خاطر سوء ظن، به خاطر برباد دادن اسرار مردم. مواظب باشیم تو زندگی مردم دخالت نکنیم، سرکی نکشیم، برباد ندیم اسرار مردم. بعضیا دیگه عادت کردن که دنبال عیوب مردم باشن. به این زنگ بزن، از اون سوال بکن شنیدید؟ من یه چیزایی شنیدم خیلی عجیبه. مومن اگر یه چیزی شنید از این گوش به اون گوش بیرون میکنه، فراموشش میکنه، دنبال مردم حرف نمیزنه، دنبال اسرار و معایب مردم نیست. چرا؟ چون مومن میدونه که روز قیامت وقتی در پیشگاه خدا میستید و میستد، از چه کسی سوال میکنن؟ آیا سوال میکنن که چرا دنبال همسایت نبودی، دنبال فلانی نبودی، چه کرد و چه نکرد؟ خداوند کرام الکاتبین، فرشتگانی که نویسندگانن، همراه هر نفر فرستاده. نیازی نیست، ما فرشتگان خدا نیستیم، ما هم مسئولیت نوشتن گناهان و معایب مردم هم نیستیم. همراه همه ماها و همراه همه انسانها دو تا فرشته است، یکی طرف راست، یکی طرف چپ، یکی خوبی ها می نویسد، یکی بدی ها. خودتون نگران نکن، نگران خودمون باشی، نگران خودمون که در روز قیامت از چی؟ از نماز خودمون، از عیب خودمون، از گناه و خطاها و لغزش های خودمون سوال می شویم. آماده ایم؟ چرا ما همیشه انگار که خودمون پاک ترین فرد در روی زمینیم، انگار پاک ترین و فردی که بهشتی خودمونیم و دیگرانن که بدبخت و بیچاره ان؟ این خیلی خطرناکه.
اگر ما همیشه دنبال گناهان و لغزش ها و عیوب و بدبختی های خودمون بودیم دیگه فرصت پیدا نمی کردیم که دنبال مردم باشیم و غیبت بکنیم و از این و اون حرف بزنیم. پس بیاییم این گونه برنامه ریزی بکنیم تا الله عز و جل وقتی به نیتمون، تصمیممون، آرزومون نگاه بکنه، نیت‌های صادقانه، مخلصانه، خیراندیشانه باشه.